سلام ارادت دوستان، یک کلیپ قبلا در مورد این دستگاه مدل میگ 250 هوول قبلا گذاشته بودیم توی وبسایت و یوتیوب در مورد آموزش پنلش و اینکه کاربردهای این دستگاه چیه. حالا میخوایم تست جوشش رو بگیریم، همونجوری که بهتون قول داده بودیم الان تست جوشش رو میگیریم واسهتون و اینکه بر راه اندازی. خیلی از دوستان دستگاه رو میخوان بخرن، زنگ میزنن میگن آقا مثلا اینو کجا وصل کنیم، نمیدونم چجوری راه اندازی کنیم. فقط کافیه همین کلیپ رو ببینید. این کلیپ رو ببینید به راحتی میتونید دستگاهتون رو راه اندازی کنید. اول میریم سراغ لوازم همراه دستگاه. لوازم همراه رو نشونتون میدم. یه دفترچه راهنما دارن، کابل و انبر جوشکاری، سایز سوکت هم 50، کابل و گیره اتصال، یه دونه تورچ مدل 15 AK 3 متریه. این تورچ خیلی کیفیت اورجینال درجه یکه. حالا تورچی که ما میخوایم باش تست جوشکاری کنیم تورچ 24 ببخشید. این تورچ برای دستگاه میگ 270 با اون تست جوش میزنیم. زمانی که شما میخواید جوشکاری با گاز انجام بدید، اتصال تورچ یعنی همون برق تورچ باید مثبت باشه، اتصال بدنه میشه منفی، پس این باید روی مثبت باشه. این دستگاه قابلیت رول 5 و 15 کیلویی رو داره، یعنی هم 5 کیلویی ساپورت میکنه هم 15 کیلویی. حالا به خاطری که رول 15 کیلویی یه مقدار سنگینه ما 5 کیلویی رو آوردیم که نصب کنیم. زمانی که شما میخواید سیمو نصب کنید، اگر رولتون 5 کیلویی بود خب اینو باید بذارید باشه. اگه رول 5 کیلو، اگه 15 کیلویی بود که باید در بیارید. حالا ما سیمو جا میندازیم صورت باشه. الان درست. خب حتما سر سیمو قیچی کنید که پیچ و خمی نداشته باشه. سیمو از این قسمت میفرستیم. سیمو ما نصب کردیم اینجا، سیمو از این قسمت وارد وایر فیدر کردیم. این قسمت رو بهش میگم وایر فیدر. یه دونه قلتک داریم اینجا، من اینو روی همه کلیپ‌ها تقریبا توضیح دادم. ببینید این قلتک تقریبا هم میشه گفت یه چیز مصرفیه توی این دستگاه. این قلتک یه سایز 18 داره، یه سایز 1 میلیمتر. سیم ما الان 18 پس باید سمت 18 داخل باشه، وگرنه این وایر فیدر نمیتونه سیمو بکشه. خب سیمو زمانی که میخواید از این قسمت رد کنید، حتما باید شیار باشه و بره داخل این حفره. حالا اول اینو میبندیم. اینو محکم میبندیم. سیم فرستادیم، از روی شیار رد شد، این شاسی رو میزنیم. خب الان دیگه سیم گیره. با این پیچ میتونیم ریگلاژ کنیم. نباید زیاد خیلی بیش از حد سفت باشه، نباید هم بیش از حد شل باشه، چون که اگر بیش از حد سفت کنیم به موتور فشار میاد. اگر هم خیلی شل باشه این دفعه نمیتونه سیمو بکشه، پس باید ریگلاژ باشه. البته ریگلاژ شدنش این نیست که همینجوری تا بدید، بعد موقع تست دستگاه متوجهش میشید. این قسمت هم که سوکت تورچ میخوره به این شکل جا میندازیم و پیچش هم میبندیم. نیاز نیست از آچار استفاده کنید واسه بستن این پیچ، با دست کافیه. خب اتصال بدنمون هم که میشه منفی. حالا باید چیکار کنیم؟ باید دستگاه رو روشن کنیم. خب دوستان دستگاه الان روشنه و به خاطری که وایر فیدر رو فعال کنیم که سیم از سر تورچ در بیاد، این دکمه رو میتونیم بزنیم. نگه می‌داریم تا سیم برسه. البته اگر توی این شرایط اولین بار که میخواین سیم رو خارج کنین از تورچ شیلنگ تورچ صاف باشه بهتره. خب این از این
سیم در اومد از سر توش. گازم که وصل کردم. خب اگر کلیپ‌های دیگر ببینید در مورد تنظیم گاز خیلی صحبت کردم. گرم کن رو فراموش نکنید. گرم کن خیلی مهمه، حتما باید باشه. خب بریم واسه تست دستگاه. من گازو گرم کن رو وصل کردم به دستگاه، یعنی الان گاز داریم. گازمون 3.2، سیممون سایزش 8 تورچمون وصل، اتصال بدنمون به منفیه و اتصال برق تورچ هم به مثبته. عرضم به خدمتتون ما میخوایم حالت سینرژیک میگ این دستگاه رو تست کنیم. حالا سینرژیک میگ چیه؟ ببینید زمانی که روی حالت میگه، خب این آپشن همه دستگاه ندارن. زمانی که روی حالت میگه شما باید ولتاژ و سرعت سیم رو خودتون تنظیم کنید. بر فرض مثال ولتاژ روی 12.5، حالا آمپر روی 2 بر فرض میگم سرعت سیم تست میکنید، نشد دوباره باز اینو باید تغییر بدید، اونو تغییر بدید تا به یه میزانی برسید که کیفیت جوشتون بره بالا. ولی روی حالت سینرژیک میگ خب دیگه نیازی به این کار نیست، یعنی نزدیکترین و بهترین حالت رو برای شما خودش تنظیم میکنه. بعد شما سایز سیمو مثلا الان 8 ما گذاشتیم روی 8 گازم گذاشتیم روی 3.2 و با یه دونه ولوم تنظیم میکنیم. تنظیممون رو چیکار میکنیم نسبت به قطعمون دیگه. بر فرض مثال الان روی 19 ولتاژ ما میایم روی قطعمون، الان یه قطعه داریم تقریبا 3 میله، طبق 3 میل باش جوشکاری میکنیم ببینیم اگر مثلا مناسب جوشش اوکیه که روی همون ولتاژ 19 کارمون ادامه میدیم. اگه ندیدیم کیفیت خوب نیست بالا میبریم پایین میاریم تا بالاخره اون تنظیم رو به دست بیاریم. ولی خب خیلی راحت تر از حالت میگه، چون میگ این دفعه باید 3 تا چیز رو باید تنظیم کنیم. این دفعه قطعه کارمون ولتاژ، آمپر یا همون سرعت سیم اینا هست. قطعه خیلی معمولی دارم باش روی همین ولتاژ 19 و آمپر 160 یه تستی میزنیم ببینیم چه جوریه. دوستان ببینید به نظر من زیاد جالب نبود برای این قطعه، ولی باز هم خیلی خوب بود نسبت به اینکه ما می‌خواستیم دوتا رو با هم تست کنیم، یعنی دوتا رو با هم میزون کنیم، هم سرعت سیم و هم ولتاژ رو. حالا ولتاژ رو مثلا میبرم روی 20 میذارم ببینم چی میشه. ولتاژ رو از روی 19 میبریم روی 20. دیدید؟ الان برای این کیفیت جوش و خودتون دیدید چقدر ممتده، ببینید دقیقاً باید نیم ساعت وقت میذاشتید و تنظیمات رو پیدا میکردید که خود دستگاه واسهتون تنظیم کرد. حالا اگه سیمتون 1 باشه میتونید بذارید 1 6 که مثلا سیم ندیدم ولی میتونید بذارید 6. به نظر من این خیلی خوب بود. حالا میبریم روی 21 میذاریم ببینیم چی میشه. صدای خیلی خوب، فوق العاده. حالا میایم میذاریم روی 18 ببینیم روی 18 چی میشه. فوق العاده است. یه قطعه کار میذاریم باش این دفعه جوشکاری میکنیم. من چون قطعه کارم یکم ضخیمه تقریبا 6 7 میله، ولتاژو گذاشتم روی 21 ولی خب قبلش باش یه تستی زدم. واقعا این آپشن خیلی راحت میکنه، چون که خیلی واسهشون سخته اون درجه‌ای که باید آمپر و ولتاژ رو با هم ست کنن که واقعا یه جوش قشنگ بشینه خیلی سخته و زمان بره، چون برای هر قطعه یه جوره و این سرعت کار رو 2 برابر میکنه. الان من فقط گذاشتم روی 21 یه دونه جوش میخوایم تست بزنیم ببینیم چطور میشه.
خب دوستان، کیفیت جوش این دستگاه رو دیدید و دیدید چقدر راحت این دستگاه تنظیم شد. حالا یه قسمت کوچولو رو مثلا من ولتاژ میبرم بالاتر ببینم چطور میشه، بهتر میشه یا ضعیفتر میشه. خب الان ولتاژ گذاشتم روی 22. خود دستگاه تنظیم کرده آمپر رو گذاشته روی 140. واقعا فوق‌العاده است به نظر من. ولی خب تنظیمات قبلی هم خوب بود. این نفوذ جوش رو بیشتر کرد چون که آمپر بالاتر بود و قطعه رو قشنگ ذوب میکرد. ولی خب میگم تنظیم کردن این دستگاه خیلی راحته. حالا بریم سراغ جوش الکترود این دستگاه. ما الان میخوایم جوش الکترود این دستگاه رو تست کنیم. برای جوش الکترود دستگاه دیگه ما کاری به این قسمت نداریم. همونجوری که قبلا گفتم این برق تورچ دستگاه. این میره کنار. منفی که میشه اتصال بدنه و مثبت میشه انبر جوش. حالا توی گزینا اینو باید بذارید روی MMA. روی MMA که گذاشتید یه سری آپشن هم میتونه بهتون بده. حالا ما کاری به اون آپشن ها نداریم، ما به آمپر دستگاه کار داریم. خب آمپر دستگاه با این کم و زیاد میشه و تا 200 از 20 آمپر تا 200 آمپر قدرت داره و قدرت واقعی رو این دستگاه نشون میده. اینجوری نیست که بزنه 200 آمپر 150 آمپر باشه. ولتاژ هم که نشون میده بهتون که زیاد چیز مهمی نیست. ما الکترودمون 7018 میذاریمش روی فعلا میذاریم روی 80 آمپر ببینیم چطوره. البته الکترودمون خیلی مرطوبه. همونجوری که میدونید الکترود 7018 باید کاملا خشک باشه وگرنه چسبندگی خیلی زیادی داره. البته اگر اشتباه نکنم این دستگاه قابلیت ضد چسبندگی هم داره. حالا بذار اینم روشن کنیم ببینید. VRD داره، آنتی استیک داره، روشنش میکنیم. خب توی آپشنا الان حالت ضد چسبندگیش هم روشنه. بریم واسه تست دستگاه ببینیم چطوره. آمپر روی 80 الکترودمون 7018 تست کنیم. حالت ضد چسبندگی هم روشنه. خب دیدید که الکترود 7018 رو واقعا بدون چسبندگی، با اینکه الکترودهای ما خیلی مرطوبن. من 2 تا آوردم گفتم الان یه دونه اولی و الکترود رو خراب میکنم، ولی خب خوشبختانه اصلا چسبندگی نداشت. این خیلی خوبه. خب این هم از تست جوش الکترود این دستگاه. خب دوستان، شما با این دستگاه میتونید جوش الکترود، حتی الکترودهای 7018 که صنعتی انجام بدید. این دستگاه
قابلیت، یعنی همه آپشنایی که برای جوش الکترود و برای جوش میگمگو بخواد، یعنی هر آپشنی که وجود داشته باشه رو این دستگاه داره. عرضم به خدمتتون حالا یه دونه دیگه آپشن داره. چیه؟ ببینید الان ولتاژ روی 57 شما بذارید روی لیفتیک ولتاژ میاره پایین و شما به راحتی با تهیه یه دونه تورچ شیردار میتونید باهاش جوش آرگون هم انجام بدید حتی. یعنی یه دستگاه همه چی تمامه و من اینو تاکید میکنم مهمترین آپشن این دستگاه اینه که سینرژیکه، یعنی خودش تنظیم میکنه. خیلی الان من اولین بار بود که توی این زمان خیلی کم، بر فرض مثال ما میگه 270 هوول که اومده بود تقریبا شاید نیم ساعت معطل شدیم تا تونستیم یه تنظیم به دست بیاریم و خیلی قشنگ جوشکاری کنیم. اما این نیم ساعت کلا اینجا حذف شد، یعنی ما یه دونه ولوم گذاشتیم بر فرض روی 20 دیدیم نه جالب نیست، گذاشتیم روی 21 دیدیم عالی شد، تموم. این خودش دیگه تنظیم شد. این یکی از بهترین آپشن‌های این دستگاه. خدمتتون عرض کنم که این دستگاه خدمات پس از فروش و گارانتی هم داره. بازم اگر سوال دیگه ای دارید میتونید از من بپرسید، ولی این کلیپ رو اول تا آخر نگاه کنید، بعد اگه سوالی داشتید میتونید بپرسید. در خدمتتون هستم.